اون 20 مومیایی رو سال 2004 اینجا پیدا کردید. بله. خب دقیقاً کجا پیدا کردید؟ اگه میتونستی به پری بری اون گوشه دقیقاً اونجا بود، اما حالا اونجا پره. اینجا هیچ قفسه‌ای نبود. اتاق پر از جعبه بود. ما همینطور جعبه‌هایی رو که توشون مومیایی بود و پشت هم خالی می‌کردیم. این 20 مومیایی متعلق به یک هنرمند عجیب و غریب به نام گابریل فون مارکس هستند که کارهاش در موزه‌های معروف نگهداری میشن. اون به فرضیه پرطرفدار دوره خودش یعنی تکامل علاقمند بوده. مومیایی‌های این گاو صندوق بخشی از مجموعه اون 60,000 قطعه باستانی بودند که در سال 1910 به موزه فروخته شدند. میتونم با اطمینان بگم که تا حالا در جعبه‌ای رو باز نکردم که توش یک سر مومیایی باشه. این اولین باره. قدمت این چقدره؟ ما فکر میکنیم نزدیک 1000 سال. 1000 سالشه؟ بله، متعلق به پرو. و هنوز هم موهاشو داره. هنوز هم بخشی از بافت‌های نرم و پوستش رو داره. این فقط یکی از اون 20 مومیاییه. تو بقیه مجموعه چی بود؟ مومیایی‌های با بدنهای کامل، مومیایی‌های پرویی، یه زن بالغ و 2 تا بچه بودن. خب اگه صحبت از مومیایی‌های با بدنهای کامله، پس باید توی تابوت‌های شیشه‌ای قرار گرفته باشن. بله، این ویترین شیشه‌ای بچه پروییه. خب پس صحبت از یک تعداد جعبه به اندازه‌های قابل توجهی که به شکل اسرارآمیزی تا یک مدت طولانی پیدا نشدن. اما چند تا مکعب 3 در 3 متر واسه قایم کردن همه این مومیایی‌ها کافیه. اما اینجا یک موزه است، اونم یک موزه آلمانی. شماها معروفید به اینکه فوق‌العاده مرتب و منظمین، ولی ببینید نگاه کنید اینجا رو. اینجا واقعا به هم ریخته است. جایی تعجب نداره که نتونستید اونا رو پیدا کنید. اما بالا اوضاع خیلی مرتب‌تره. در آزمایشگاهی بالای گاو صندوق یک کودک مسیحی قبطی اهل مصر مورد آزمایش قرار میگیره. این جسد که 16 قرن قدمت داره هنوز پوشیده در پارچه است. او که از موزه‌ای در هایدلبرگ فرستاده شده توسط متخصصین روزندال با دقت مورد مطالعه قرار میگیره. یه چیزی توجه من جلب کرده. رنگ موهاش واقعا جالبه. اینطور به نظر میاد که بوره. بله خیلی جالبه، چون فکر نمی کنم همچین پدیده‌ای بر اثر دفن شدن به وجود اومده باشه. من فکر می کنم این بچه واقعا بلوند بوده. من تمام جزایر قناری رو به دنبال یک مومیایی موبور گشتم و حالا یکی پیدا کردم. اما در آلمان تصور اینکه این مومیایی چقدر به تایید نظریه SS ها کمک کرده خیلی آسونه. واقعا جایی تعجبه که این مومیایی چطور اینقدر با کیفیت و با تمام جزئیاتش سالم مونده. بله. 1700 سال قدمت داره. پوست روی صورتش، ناخن انگشتای پاش. تیم ویلفرید امروز کار علمی بزرگی انجام میدن. آیا این مومیایی ها هیچ وقت به دست نازی ها رسیده بودن؟ مجموعه فون مکس قطعاً اونها رو وسوسه میکرده. تو هر کدوم از این جعبه های بزرگ مقدار جمجمه انسان وجود داره. جمجمه انسان؟ بله، جمجمه انسان. مکس جمجمه آدم جمع میکرده. 350 قطعه جمجمه انسان ما قبل تاریخی که از نظر قومنگاری از همه جای دنیا هستن. عجیبه، چرا کسی باید جمجمه آدم جمع کنه؟ اون میخواسته آدمای روی زمین رو با هم مقایسه کنه تا تفاوتاشون رو بفهمه. عجیبه. این یکی از اولین مجموعه‌های دنیاست که به محبس قومشناسی جسمی میپردازه و تفاوت‌های آدم‌های مختلف دنیا رو نشون میده. بله، ضمناً آلمان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین اقوامه. برای هیملر و SS ها تفاوت‌های فیزیکی بین نژادها بخش مهمی از جستجوشون برای اثبات وجود نژاد برتر بوده. مومیایی‌های فون مکس 70 سال پیش در اوج قدرت هیتلر ناپدید شدند. آیا این تصادفی بوده یا نشانه‌ای از ارتباط با نازی‌ها داشته؟ در پی حقیقت با اولی استیدز. حقیقت با اولی استیدز. من در منهایم آلمان و در حال جستجوی علاقه نازی‌ها به باستانشناسی هستم. تا کنون دیدم که SS ها چطور برای معتبر کردن تئوریشون درباره نژاد برتر آریایی افسانه و علم رو با هم ترکیب کردن. همون مومیایی هایی که معتقد بودن تئوری های نژاد پرستانشون رو اثبات میکنن آزمایش کرد و حالا به گاو صندوق موزه اومدم که 20 مومیایی در آنجا بازکشف شدن و در تلاشم تا بفهمم چطور 70 سال تمام اونها پنهان باقی مونده بودن. چطوری بسته‌بندی شدن؟ آیا بعد از بسته‌بندی برچسب درستی داشتن؟ نه. پس روی جعبه‌ها چی نوشته بودن؟ روی یکیشون نوشته بود سلاح‌های قرون وسطا و روی یکی دیگه‌شون نوشته بود سرامیک ها. بسیار خوب. بله. آیا مومیایی ها آگاهانه پنهان شده بودن؟ و اگر این چنینه چرا؟ برای اینکه به دست نازی ها نیفتن؟
پنهان کردن 20 مومیایی کار ساده نیست، چون فضای زیادی رو اشغال میکنه. 3 متر در 3 متر در 3 متر. در اتاقی نه چندان بزرگ و صحبت فقط از جمجمه انسان نیست. صحبت از بدنهای کامل مومیایی در جعبه‌های شیشه‌ایه. همه چیزایی که اینجاست برچسب دارن که بدونید چی کجاست. مومیایی‌هایی که پیدا کردید برچسب داشتن؟ در اصل بله، اما در فهرست اموال نه. تو فهرست اموال دستنوشته در جنگ دوم جهانی گم شده بود. اگه حق با ویلفرید باشه شاید اصلاً رازی در کار نیست. در اواخر سال 1942 متفقین شبانه روز آلمان رو زیر بمباران گرفتند. در اون شلوغی و اغتشاش همه در تلاش بودند تا از هر چیز ارزشمندی محافظت کنند. اونا با عجله در تلاش بودند تا هر چیز با ارزشی رو نجات بدن تا قبل از اینکه بمباران برسه به منهایم. پاسخ ویلفرید منو راضی میکنه، اما علاقه من به ارتباط بین مومیایی ها و نازی ها اصلاً برای اون رضایت بخش نیست. من دلیلی برای ارائه این همه اطلاعات نمیبینم. این همه مومیایی عالی برای پیش کشیدن همچین داستانی؟ چیزی که درکش برای من سخته اینه که چرا رابطه بین نازی ها و اجساد مومیایی حتی امروز هم اینقدر موضوع حساسیه. این کلکسیون ما هیچ ارتباطی با نازی‌ها نداره. امکان نداره. احتمالش همانقدر که میکی ماوس با مومیایی های ما ملاقات داشته باشه. بعد بازی تموم میشه و از ما میخوان موزه رو ترک کنیم. اولین بار نیست که به خاطر پرسیدن سوال از جایی بیرونم میکنن، اما این بار از همیشه عجیب تره. خب راستش انتظارشو نداشتم. پرسیدن یه سوال ساده باعث شد همچین جواب سفت و سخت و ناراحت کننده ای رو بشنوم. خب از یه طرف میتونم درک کنم که آلمان ها هنوزم خیلی نسبت به تاریخ معاصرشون حساسن، اما چرا همچین سوالی چنین عکس العمل قاطعی رو در پی داره؟ تحقیقی مختصر نشون میده که چرا موضوع ارتباط مومیایی ها و نازی ها اینقدر تابوست. SS واقعا به مومیایی ها علاقه داشته. در واقع هاینریش هیملر از مومیایی های اروپایی برای موجه جلوه دادن تعدادی از بزرگترین سیاست های نسل کشیش استفاده کرد. با اونها اجساد باطلاق گفته میشه و بعضی از اونها قدمتی بیش از 2000 سال دارند. SS ها معتقد بودند که اونها ارتباطی مستقیم بین نازی ها و اجداد آریاییشون رو نشون میدن. این مومیایی ها در باطلاق های مملو و زغال در اروپای شمالی پیدا شده بودند، از جمله در اینجا درست بیرون شهر اسن در هلند. اینجا باطلاقی است نزدیک این شهر. در سال 1904 اینجا 2 جسد مومیایی پیدا شد که به اسم زوج وردینگ معروف شدند. هیملر از این اجساد باطلاق برای توجیه بعضی از بیرحمانه‌ترین اعمالش استفاده کرد. وینسنت فون ویلیسترین باستانشناس و موزه‌دار برای درک بهتر این موضوع به من کمک میکنه. مردم هلند در دهه‌های 1930 و 1940 برای گرم کردن خونه‌هاشون این زغال‌ها رو میکندن. اینها کاملا مواد ارگانیکی هستند. اون طرف رو نگاه کنید میبینید که صحبت از چه مقدار زغاله. خب این یه چیزی نزدیک به ذخیره 2 یا 3000 سال زغال. بله. این باطلاق‌ها به نظر خشک میاد فقط به خاطر اینه که تمام آبش تخلیه شده و به کانال‌ها رفته. اما چندین قرن پر از آب بوده. اگه گوشت انسان رو توی آب بذارید، البته من تا حالا همچین کاری نکردم، و اگه بکنید گوشت انسان کم کم تجزیه میشه و مطمئناً مومیایی‌ها خیلی نمیتونن دوام بیارن. ویژگی این خاک چیه؟ یه ماده به خصوص این تو هست که از خزه اسفنگنوم تولید میشه و یه مقدار هم مربوط میشه به خاصیت اسیدی زغال. چه عجیب. من یک کیت آزمایش pH دارم و میتونم میزان اسیدی و قلیایی آبی که الان ازش رد شدیم و اندازه بگیرم. به خصوص این یکی چون میخوام خیلی دقیق آزمایش بشه. پس یکی از این نوارا رو در میارم و میذاریمش توی این آبی که اینجاست، درسته؟ بسیار خوب. آره. خب من خیلی طرفدار ویسکی‌های تک مالت هستم که خیلی‌هاشون هم با استفاده از زغال دودی طعمدار شدن. لحظه سررمش ساز ببینیم نتیجه چیه. 7 یعنی خنثی، درسته؟ خب این چنده؟ 7 یعنی خنثی ها، این حدود 4. آره. خاصیت اسیدی pH 4. پس این اسیدیه. آره؟ آره. این همون کیفیت کلیدیه که باعث مومیایی شدن اجساد میشه. پس چرا این مومیایی ها اونقدر برای هانریش هیملر و نازی ها اهمیت داشتن؟ پاسخ این سوال در فاصله چند کیلومتری در موزه درنس وجود داره. این هم دختر معروف ما. اون سال 1897 کشف شده. زغالبرهایی که کشفش کردن داشتن از ترس میمردن.
تناب دور گردنش فقط بخشی از داستان رو به ما نشون میده. خفه شده بوده و زخم بزرگی هم روی گردنش داره. اول چاقو خورده و بعد خفه شده و یا برعکس. ما به یقین نمیدونیم، اما کاملا مشخصه که تصادفی نبوده. و مدارک بیشتری هم وجود دارن. بسیاری از اجساد باطلاق سرنوشت‌های مهیبی داشتن. اینا همون زوج معروف ویلدینگه هستن. همونطور که میبینید اینجا یه سوراخ بزرگ توی محدوده قلب وجود داره. یعنی این خنجر خورده و مرده. اما در مورد اون یکی نمیشه گفت که علت مرگش چی بوده. اما علت مرگ اونا راز نیست. ما دانشمندا و باستانشناسان معتقدیم که این آدم‌ها قربانی شده بودن. قربانی؟ بله، در واقع قربانی شدن. در ازای درخواست یک لطف و رحمت از خدا، از خدایان. یعنی اجساد باطلاق در واقع به عنوان پیشکش‌های آخرین به حساب می اومدن. اما از نظر هیملر اینها همه نشانه‌های یک تنبیه بزرگ برای یک جرم بزرگ بودن، همجنسگرایی. از اونجایی که اغلب جسدها متعلق به مردها بودن، به نظر هیملر اعدام اونها به دلیل همجنسگرایی بوده. اون گفته پروفسورهای ارزشمندی که این اجساد رو در وسط زغالها پیدا کردن متوجه نشدن که در 90% از موارد اونها داشتن به بقایای یک فرد همجنسگرا نگاه میکردن که در یک مرداب غرق شده بودن. این یک مجازات نبوده، بلکه به سادگی پایانی بوده برای یک زندگی غیرعادی. این توجیهی بوده برای کشتن اونها. این حرفی که زده از نظر علمی کاملا مزخرفه. پس یعنی هیچ مدارک تاریخی یا هیچ دلیل علمی که نشون بده این آدم‌ها همجنسگرا بودن وجود نداره، بله؟ توی علم ما همه احتمالات موجود رو در نظر میگیریم، اما اون فقط داشته یکی از این جهت‌ها رو انتخاب میکرده و این کار اصلاً علمی نیست. این ایدئولوژیه. هیملر معتقد بود که اگر اجداد آریایی اونها معتقد به کشتن همجنسگراها بودن، پس نازی‌ها هم باید همین کارو بکنن. و هزاران همجنسگرا به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شده و اغلب کشته شدند. مومیایی‌ها در داستان اس‌ها از مدارک کنجکاو کننده باستانشناسی تبدیل می‌شدند به ابزارهای تبلیغاتی خطرناک. و نکته نگران کننده اینه که هنوز هم عده‌ای از مردم به ایدئولوژی نازی‌ها اعتقاد دارند. جدیدترین تهدید نازی‌ها نه در آلمان و نه در اروپا، بلکه اون طرف اقیانوس‌ها در ایالات متحده دیده شده. یک گروه نخبه از SS-ها به نام آننربه برای ترویج مفهوم نژاد سفید برتر دست به بازنویسی تاریخ زدند. اما آیا این اعتقادات امروز هم زندن؟ با پایان جنگ جهانی دوم ایده برتری نژاد نازی‌ها از بین نرفته. متاسفانه پایان این جنگ جلوی توسعه تفسیر آننربه از تاریخ رو نگرفته. علیرغم بیزاری از هولوکاست، هنوز هم جستجو به دنبال نشانه‌های نژاد برتر آریایی حتی در ایالات متحده هم ادامه داره. پناهگاه صخره‌ای میدوکرافت در اطراف پنسیلوانیا. این طاق‌نمای سنگی هزاران سال به عنوان سرپناهی موقتی برای مردم عمل کرده. هم جای مناسبیه، هم به آب دسترسی داره و هم سرپناهی در برابر عوامل محیطی بیرون. جای مناسبی برای آدم‌هایی که دنبال یک سرپناهند. در 50 سال گذشته تقریباً تمام باستانشناسا ورود انسان رو به آمریکا اینطور ترسیم کردند که آبا و اجداد اونها با عبور از یک پل زمینی روی تنگه برینگ از آسیا بیرون اومدند. همه این اتفاقات 13,000 سال پیش رخ داده. تاریخی که بر اساس قدمت کمان‌ها و سرنیزه‌هایی مثل این به دست اومده که اولین بار در کلاویس نیومکزیکو کشف شد با فرهنگی به نام کلاویس. بعد اینجا در میدوکرافت ساحل شرقی آزمایش تعیین قدمت کربنی نشانه‌هایی از سکونت انسان‌هایی رو نشون داد که بیش از 16,000 سال قدمت داشتند. این یعنی 3,000 سال قدیمی‌تر از کلاویس. تا قبل از اون کلاویس‌ها بنیانگذار اصلی جامعه و اولین ساکنان آمریکا به حساب می‌آمدند. اینجا جاییه که یکی از جالبترین نمونه‌های اون 20,000 شی دستساز کشف شدند. این نیشتر میلره و البته نسخه بدلش یک نیزه کوچک قدیمیه. اما نکته خیلی جالب درباره این شی فن صنعتگری به کار رفته درونه، چون سبکش خیلی